امشب میخوام تو رو به جایی ببرم که هنوز بوی باران میآید، جایی که زمان کندتر حرکت میکند و دغدغه ها آنقدر کوچکند که در جیب یک بچه جا میشوند. یادش بخیر، خانه‌ای بود با حیاطی بزرگ، جایی در یکی از کوچه های باریک شهرستان. آن موقع ها خبری از این برج های بلند نبود. خانه ها همه یک طبقه بودند و همسایه ها همدیگر را به اسم کوچک صدا می زدند. مادر بزرگ پیرزن مهربونی بود با دستای چروکیده و گرم، دستایی که بوی نان تازه و گل محمدی میداد. هوا که تاریک می شد کتی رو میذاشت روی اجاق و بعد میومد توی حیاط. من و خواهرم همیشه منتظر بودیم. روی تشکی که پهن کرده بود دراز میکشیدیم و به آسمون نگاه میکردیم. آسمون صاف بود، صاف و پر از ستاره، انقدر ستاره که نمیشد شمرد. یادم میاد یه شب به مادر بزرگ گفتم: مادر بزرگ، چرا ستاره ها چشمک میزنن؟ او خندید و آروم و بی صدا دستش رو سرم گذاشت و گفت: چون برای تو چشمک میزنن دخترم، تا بدونی که تنها نیستی. و بعد آروم آروم قصهش رو شروع میکرد. اون شبا چه شبهای قشنگی بود. صدای جیرجیرک ها از باغچه می اومد. درخت توت توی حیاط سایش روی زمین افتاده بود. بوی یاس از گوشه حیاط می اومد و با بوی شیر گرمی که مادر بزرگ برامون می آورد قاطی می شد. دغدغه هامون کوچیک بود. فردا با کی بازی کنیم؟ قصه امشب چیه؟ چرا ماه انقدر بزرگه؟ و مادر بزرگ قصه می گفت. از پادشاه و وزیر، از دیوها و غول‌ها، از عشقهایی که هیچ وقت تمام نمی شدن. حالا سالها از اون شبها گذشته. حیاط دیگه اون حیاط نیست. مادر بزرگ دیگه نیست. اون خونه ها سال هاست فروخته شده و جاش چند تا برج بلند ساخته شده. نه بوی یاس میاد، نه صدای جیرجیرک. دغدغه هامون دیگه کوچیک نیستن. انقدر بزرگ شدن که گاهی نفس کشیدن و برامون سخت میکنن. اما امشب من در رو میبندم به روی همه این دغدغه ها. تلویزیون رو خاموش میکنم و تلفن رو میذارم کنار. چراغ رو کم میکنم و برمیگردم به همون حیاط، به همون تشک کهنه، به همون شب‌هایی که مادر بزرگ برامون قصه میگفت. اگه تو هم دلت میخواد با من بیا، چشماتو ببند، نفس عمیقی بکش، دستت رو بذار روی سینت و ضربان قلبت رو حس کن. و حالا زنگوله رو بزن تا با هم قصه امشب رو شروع کنیم. در روزگاران بسیار دور در شهر کهن نیشابور پسرک فقیری زندگی می‌کرد به نام آرش. پدرش چوپان بود و در شبی طوفانی که گرگ به گله زده بود در دره‌ای عمیق افتاد و جان داد. مادرش هم از غصه پدر چشم از جهان فرو بست. آرش ماند و یک گله کوچک گوسفند و کلبه‌ای محقر در دامنه کوه. اما آرش غیرتی بود و جوانمرد.
دلش به بزرگی دریا بود و صورتش مانند ماه درخشان. هر روز گوسفندها را به چرا می برد در کوههای سبز بینالود و با خودش زمزمه می کرد روزی از این تنگنا بیرون می آیم. خدای من هم بزرگ است. شقایق دختر تاجر بزرگ نیشابور حاجی جعفر تاجر بود. حاجی جعفر کاروانهای زیادی به شهرها و کشورهای همسایه حتی تا چین داشت. خانه‌اش قصر بود و دخترش را در ناز و نعمت بزرگ کرده بود. شقایق خواستگارهای زیادی داشت که بیشترشان به خاطر موقعیت پدرش مشتاق به ازدواج با او بودند. اما حاجی جعفر شرطی برای دخترش گذاشته بود که تا آن زمان هیچ کس نتوانسته بود از پسش بر بیاید. شقایق برخلاف بقیه دختران ناز پرورده مغرور نبود. او هر جمعه با کنیزانش به باغ‌های اطراف شهر می رفت و از نزدیک زندگی مردم را می دید و با آنها هم صحبت می شد. یک روز بهاری آرش گوسفندها را لب جویبار برده بود و داشت برای بره ها آب می آورد که ناگهان چشمش به دختری افتاد با چشمانی نافذ و صورتی به زیبایی گل سرخ. دختر سوار بر اسب سفیدی بود و کنیزان دورش حلقه زده بودند. قلب آرش یک لحظه از کار ایستاد. انگار تیری از آسمان بر دلش نشست. شقایق هم متوجه او شده بود. پسری رعنا با قامتی بلند و دستانی پینه بسته اما چهره‌ای نورانی. اسبش را نگه داشت، مکسی کرد و بعد به کنیزانش گفت به او آب بدهند. یکی از کنیزان کوزه‌ای آب به او داد. آرش آب را خورد و سرش را پایین انداخت. شقایق لبخندی زد و رفت. از آن روز آرش دیوانه او شده بود. هر روز می آمد و همانجا می نشست به امید دیدن دوباره آن محلقا. چند ماهی گذشت تا اینکه روزی یکی از کنیزان شقایق را تنها کنار جویبار دید. پرسید خانومتان کی دوباره به جویبار می آید؟ کنیز که چند باری او را در کنار جویبار دیده بود و از عشق صادقانه پسرک خوشش آمده بود گفت ای پسر دل به کجا بسته ای؟ او دختر حاجی جعفر تاجر است و تو چوپانی بیش نیستی. آرش جواب داد دل که به زر و سیم نگاه نمی کند. بگو چه کنم تا لیاقت دیدارش را پیدا کنم. کنیز وقتی چهره مصمم آرش را دید راز را برایش فاش کرد و گفت حاجی جعفر برای دخترش شرط گذاشته. هر کس بخواهد دامادش شود باید تا 40 شب هر شب یک گل شقایق سرخ از فراز بلندترین قله بینالود بچیند و پای پنجره خانهشان بگذارد. اگر 40 شب پیاپی این کار را بکنی دخترش را به او می‌دهد. اما این بار بدان که راه بسیار خطرناک است. تا حالا چندین جوان برای این کار جان باختند. آرش نه از مرگ می‌ترسید، نه از سرما و نه از تاریکی. همان شب دل را به دریا زد و پا به کوه گذاشت. شب اول آرش تا نیمه های کوه بالا رفت.
اما وقتی خواست شقایق را بچیند طوفان شدیدی وزیدن گرفت و ناگهان او را پرت کرد. اما او توانست خود را به تخت سنگی بچسباند و جان سالم در ببرد. گل را چید و پای پنجره حاجی جعفر گذاشت. صبح که حاجی جعفر گل را دید جا خورد، اما زیاد جدی نگرفت. شب دوم کار سخت‌تر شد. آرش با دستان خالی از صخره‌های یخزده کوه بالا می‌رفت. دستانش زخمی و خونی شده بود، اما با هر زحمتی گل را چید و پای پنجره گذاشت. شب سوم رد پای گرگی را در کوه دید، اما تردید نکرد و به راه خود ادامه داد. در نزدیکی گل شقایق گرگ گرسنه‌ای را دید که برایش دندان تیز کرده. ناگهان گرگ سمتش حمله کرد و آرش با چوب دستی که داشت از خود دفاع کرد و چنان پرقدرت جنگید که گرگ را فراری داد و توانست برای شب سوم هم گل را بچیند. خبر در شهر پیچید. مردم میگفتند دیوانه‌ای پیدا شده که میخواهد 40 شب برای دختر تاجر گل بچیند. حاجی جعفر که توقع پیگیری این کار را نداشت کم کم داشت عصبانی میشد. دستور داد تا پاسبانها شبها دور خانه بگردند و مانع این کار شوند. اما آرش ناامید نمیشد. او هر شب از راهی گل‌های چیده شده را برای دختر تاجر می آورد و جلوی پنجره اتاق می گذاشت. گاهی از پشت باغ، گاهی از لای کوچه های تنگ و هر شب یک شقایق سرخ را پای پنجره می گذاشت. شقایق شبها بیدار می ماند و از پشت شیشه های رنگی آن پسر رعنا را می دید که با چه زحمتی گل را می گذارد و آرام می رود. دلش برایش می سوخت و عشقش به او هر شب بیشتر و بیشتر می شد. تا اینکه شب 40 رسید. سخت در این شب طوفانی سهمگین شروع شده بود و برف و پولاک همه جا را سفید پوش کرده بود. آرش که در این 40 شب از سختی و گرسنگی و زخم نحیف و لاغر شده بود، باز مصممتر از قبل به کوه زد. عشق شقایق درونش ریشه کرده بود و یک لحظه او را رها نمی‌کرد. این بار پاهایش یخ زده بود و دستانش دیگر قوت روزهای قبل را نداشت. او یادآوری عشق شقایق وجودش را گرم می‌کرد و راه را روشن. نزدیک قله که رسید ناگهان زیر پایش خالی شد. نه یک لغزش ساده که انگار کوه هم عزم کرده بود او را برای همیشه از خود براند. سنگ‌ها مانند تیغ پایش را بریدند و برف چون کفن سفیدی او را در آغوش گرفت. سقوطی بی پایان درون چاهی از تاریکی و سرما. باد در گوشش زوزه می‌کشید و او میان بهت و بیهوشی دست و پا می‌زد. لحظاتی بعد ضربه‌ای مهیب تمام استخوان‌هایش را به لرزه درآورد و بعد هیچ، فقط سیاهی مطلق و سکوتی سنگین. آرش پس از مدتی چشمانش را باز کرد. آنچه دید نه برف بود نه سنگ و تاریکی.
نور بود، نوری عجیب، لطیف و رنگین همه جا را پر کرده بود. انگار درون یک گنبد بلورین از هزاران هزار رنگ قرار داشت. خودش را روی بستری از برگ‌های معطر گل دید و بالای سرش نه سقف غار که آسمانی پر از ستاره‌ها بودند، اما اینها با ستاره‌های آسمان فرق داشتند. هر کدام با رقصی آهسته و موزون به پایین می آمدند و فرش زمین می شدند. 4 پری با جامه‌هایی به رنگ ابرهای بهاری گرداگردش حلقه زده بودند. یکی تاجی به سرخی شقایق داشت، دیگری به سپیدی برف، سومی به سبزی جنگل و 4می به رنگ کبود آسمان شب. پری که تاج سرخ بر سر داشت و گویی بزرگتر از بقیه بود، به آرش نزدیک شد و انگشتش را بر پیشانیش گذاشت و در آن لحظه انگار آتشی ملایم تمام وجود آرش را گرم کرد و توانست بنشیند. بعد به آرش گفت: پسر جان، چه کار خطرناکی می‌کنی؟ آرش که با حیرت به آنها خیره شده بود پرسید: شما که هستید؟ من کجا هستم؟ من که از کوه سقوط کردم. پری که تاج سفیدی بر سر داشت خندید و گفت: سقوط کردی؟ بله، به درده‌ای سقوط کردی که تا حالا هیچ انسانی پا نگذاشته، به سرزمین ما، به قلمرو پریان کوهستان. آرش به اطراف نگاه کرد. همه جا رویایی بود، نه از برف و کولاک خبری بود، نه از سرما. گویی وارد جهان دیگری شده بود. پری که تاج سبزی داشت جلو آمد و گفت: ما تو را از مرگ نجات دادیم، اما بدون دلیل این کار را نکردیم. 39 شب است که تو هر شب بالای کوه می روی و برای معشوقت گل می چینی. ما از فراز کوه تلاش تو را برای عشقت تماشا کرده ایم. پری که تاج کبود بر سر داشت و از همه بازیگوشتر بود جلو آمد و گفت: راستی عاشق هستی؟ اون هم به اون دختر تاجر؟ آرش از شرم سرش را پایین انداخت و بعد از لحظی با جرأت نگاهشان کرد و گفت: به جان خودم که عاشقم و تا پای جان هم هستم. پریان به هم نگاه کردند. پری با تاج سرخ گفت: دیدید، گفتم که با بقیه فرق می کند. سپس رو به آرش کرد و گفت: ای پسر، بدان که اینجا قلمروی ماست. ما پریان کوهستانیم و نگهبان این کوه و گلهای شقایقش. هر شبی که تو گل می چیدی ما اجازه دادیم، چون عشق تو را خالص دیدیم. اما اینک به فرمان روای پریان خبر رسیده و او می گوید که شب 40 سخت ترین شب است. ما می توانیم گل 40 را به تو بدهیم، اما یک شرط دارد. آرش چشمانش برق زد و گفت: هر شرطی باشد میپذیرم. پری با تاج سرخ لبخند زد و گفت: 3 سوال را باید جواب دهی. چنانچه جوابت درست و صادقانه بود گل 40 را به تو خواهیم داد. اما اگر شکست بخوری برای همیشه در این دره میمانی، به خدمت ما. آرش بیدرنگ قبول کرد.
سوال اول را پری با تاج سبز پرسید: باید بگویی عشق چیست، اما نه با کلماتی که از دیگران شنیده‌ای، با قلبت، با آنچه که در این 40 شب کشیده‌ای. آرش مکثی کرد، چشمانش را بست. تصویر شقایق جلوی چشمش آمد. دستان زخمیش را نگاه کرد و بعد آرام گفت: عشق یعنی هر شب بمیری و باز زنده شوی برای یک نگاه. یعنی دستان که یخ میزند اما گلی را رها نمی کند. یعنی از گرگ نترسی، از تاریکی نترسی، از مرگ نترسی. عشق یعنی شقایق، یعنی همه چیز را به پای معشوق بریزی. پریان به هم نگاه کردند و پری با تاج سبز گفت: پذیرفتم. سوال اول را گذراندی. سوال دوم را پری سفید تاج مطرح کرد. باید از میان این همه گل شقایق که در این دره میبینی یکی را انتخاب کنی. اما نه هر گلی، گلی که برای شقایق توست. اگر درست انتخاب کنی نشان میدهد که عشق تو بصیرت دارد. آرش به اطراف نگاه کرد. هزاران هزار گل شقایق در آن دشت رویایی می درخشید. بعضی سرخ‌تر، بعضی بزرگتر، بعضی خوشبوتر. اما آرش تردید نکرد. رفت به سمت گلی که نه بزرگترین بود نه سرخ‌ترین. گلی معمولی با چند قطره شبنم روی گلبرگ‌هایش. پری سفید تاج پرسید: چرا این یکی؟ آرش گفت: چون این گل بوی کوچه های نیشابور را می دهد. بوی خانه حاجی جعفر را. بوی همان گلی که من هر شب می چیدم. این گل غریبگی نمی کند. پریان باز هم به هم نگاه کردند و لبخند زدند و گفتند: آفرین، چشم دل تو بیناست. سوال سوم را پری کوچکتر پرسید. با شیطنت پرید و کنار آرش نشست و گفت: آخرین سوال از همه سخت‌تر است. باید در یک چشم برهم زدن 3 بیت شعر بگویی برای معشوقت. اگر عاشق واقعی باشی به راحتی شعر هم میگویی. آرش که تا به حال شعر نگفته بود مکث کوتاهی کرد، اما ناگهان زبانش گشوده شد و با چشمانی خیس و قلبی آتشین شعر خواند. چه شبها که تا به صبح چشم انتظارم، تا تو را در خواب و بیداری ببینم. اگر هر شب بمیرم پیش پایت، برای نیک نگاهت جان سپارم. دل من مثل کوه است ای پریوش، زمانه هرچه سنگ انداخت نشکست. شقایق ای دلیل بودن من، تو را من با دل و جان دوست دارم. بگیر این گل که از خون دل من در این 40 شب رسیده است به پایت. پریان که سکوت کرده بودند ناگهان هر 4 تا با هم دست زدند و فریاد شادی و خوشحالی سر دادند. پری که تاج سرخ بر سر داشت جلو آمد، دستی به سر آرش کشید و گفت: ای پسر، تو نه فقط عاشقی بلکه شاعر خوبی هم هستی. سپس رو به دیگران کرد و گفت: او شایسته است، گل را به او بدهید. پری کوچکتر از میان گلها شقایقی را چید که نورش تمام دره را روشن کرده بود.
گلی که انگار خورشید درونش زندانی بود و آن را به آرش داد. پری سرختاج گفت این گل را به تو می دهیم، اما بدان وقتی از این دره بیرون بروی دیگر ما را به خاطر نمی آوری. این قانون ماست. فقط یک چیز در قلبت می ماند: عشق به شقایق. آرش گل را گرفت و بوسید و بر سینه نهاد و گفت همین برایم کافی است. پریان دور او حلقه زدند و شروع به خواندن سرودی مرموز کردند. آرش احساس کرد سبک می شود. بال در می آورد و به آسمان می رود. آخرین چیزی که دید چشمان مهربان پری سرختاج بود که گفت برو پسر، شب 40 است. شقایق پشت پنجره منتظر توست و بدان که ما همیشه از فراز کوه عاشقانه‌ات را تماشا می‌کنیم. ناگهان آرش چشم باز کرد و خود را پایین کوه درست در مسیر خانه حاجی جعفر تاجر یافت. دستانش زخمی نبود، پیکرش سالم بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ خواب بود یا بیدار؟ گل را نگاه کرد. در دستانش شقایقی می درخشید که انگار خورشید درونش زندانی بود. نه شبنم که نوری از گلبرگ هایش می چکید و در دلش آتشی تازه از عشق شعله می کشید. به سوی خانه حاجی جعفر دوید. دیگر نه خسته بود نه ترسان. گویی پریان در رگ‌هایش توانی بی نهایت دمیده بودند. در دوردست بر فراز قله 4 سایه نورانی می رقصیدند و او را تا خانه شقایق بدرقه می کردند. به خانه حاجی جعفر که رسید نگهبانان را دید که خانه را محاصره کردند. آرش به باغ پشتی رفت و از دیوار بالا رفت. یک پاسبان او را دید و فریاد زد اینجاست، دستگیرش کنید. آرش دوید و خود را به پای پنجره رساند. دستش را بالا برد تا گل را بگذارد. ناگهان پنجره باز شد. شقایق پشت پنجره ایستاده بود. دستش را به سوی آرش دراز کرد و او را بالا کشید و گفت 40 شب است که من هر شب تو را می بینم. تو ثابت کردی که عشقت راستین است. پاسبان ها رسیدند اما شقایق فریاد زد دست نزنید، او نامزد من است. حاجی جعفر با شنیدن سر و صدا از اتاقش بیرون آمد. وقتی ماجرا را شنید اول خشمگین شد، اما شقایق گفت پدر، این پسر برای من از جان مایه گذاشت. 40مین شب است که در این سرما و سختی جانش را کف دستش گرفته و برایم گل آورده. اگر او مرا دوست ندارد پس چه کسی دوست دارد؟ حاجی جعفر به چشمان آرش خیره شد. در چشمان او غیرت و جوانمردی و حیا را دید. سپس جلو رفت و دست آرش را گرفت و گفت پسرم، من زر و سیم بسیار دارم، اما مردی مثل تو نداشتم که بتوانم همه داراییم و دخترم را به او بسپارم. حالا آن را یافتم. فردا صبح مقدمات عروسیتان را فراهم می کنم. مردمی که جمع شده بودند فریاد شادی سر دادند. همگی به آن دو تبریک گفتند. آرش و شقایق، دو عاشق دلداده،
چنان زندگی کردند که مثالش را در افسانه ها می آورند و هنوز هم در شبهای مهتابی اگر به دامنه بینالود بروید 4 سایه نورانی رقص کنان را می بینی که نگهبانان کوه هستند. عزیزان دل، قصه امشبم به پایان رسید. حالا چشمای زیباتون رو ببندین و به خوابی عمیق و رویایی و شیرین برسید. شب بخیر رفیق.